دکتر دستگاه لاغری موثرن؟ به هیچ وجه دستگاه لاغری روی لاغر تاثیر نداره. یک اشتباه خیلی رایج که میشه فکر میکنن چون اسم این دستگاه ها حالا به صورت رایج گذاشتن دستگاه لاغری که مردم میگن، یه اشتباه میاد فکر میکنن با هر وزنی میان این دستگاه لاغر میکنن. این دستگاه برای افراد چاق نیست، برای اونایی هستن که مثلا یه مقداری سلولیت چربی بعد از بارداری یه توی سنی رسیدن دیگه با ورزش و رژیم اینا نمیره و ما میخوایم شیپ اینا رو درست کنیم. روی این افراد به شدت اثر داره. آقای دکتر از جلسه چندم به بعد نتیجه رو میتونن ببینن؟ بعضیا حتی در جلسه اول هم میتونن تغییرش بعد ببینن. ببینید بر حسب نوع دستگاه فرق میکنه. بعضی از دستگاه اصلا تک جلسه‌ای هستن. حالا اون فرد ممکنه یه سری دستگاه داریم همون موقع ما اندازه بگیریم تغییر انجام بده. یه سریشون هستن به تدریج که میریم جلو هی بهتر میشن. یه دوره دارن. آقای دکتر دستگاه رو به طور ترکیبی و همزمان میتونن استفاده کنن؟ به شکل ترکیبی حتما خیلی هم خوبه. ولی بعضی از دستگاه باید تو همون جلسه همون رو استفاده کنیم و دستگاه دیگه رو تو جلسات بعد. هر دستگاه در عمق خاصی اثر میذاره و بر حسب مشکلی که وجود داره ما میتونیم نوع دستگاه رو عوض کنیم. پس توصیه ما استفاده از پکیج درمان ترکیبی باشه.